سلام عزیزان قند، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. زیبا رویان پریسا هستم. خوش اومدید به چنل خودتون. منم که میشناسید حتما، سینا هستم. خیلی خوش برگشتید به یه ویدیوی جذاب دیگه از کشور عزیز تاجیکستان. بریم و دقایقی رو با هم یک موزیک تاجیکی ناب بشنویم، لذت ببریم، گپ بزنیم و شما هم نظراتتون رو برای ما کامنت بذارید. انشالله که تا ثانیه آخر با ما همراه هستید. حتما لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. امیدوارم موزیک شاد باشه، دقایقی رو بتونیم با هم دیگه بدنسیم، برقصیم، کیف کنیم. در طول ویدیو حتما با هم کلی گپ میزنیم. مهرنگار جان رستم، به به چه شود. دقایق شاد شیم. با جناب الفت. بله، شهزاد جان و مهرنگار جان. جانانه من، یک دانه من، قلب من هستی، مهرنگار من، من شهر کابل توی کلابی، بریم چکر پاریس جانم جذابی، دل داده من، همجاده من، برای من هستی شهزاده من، تو از شهر کابل مایم کلابی، به مثل من خوشتی هرگز نیابی. جانم به این آهنگ و تنظیمش خیلی اسمشون اومد توی شعر، قشنگ بود. آره، این ریتما دیگه 6 و 8 حساب میشه فکر کنم. آره، اینها ما اینو زیاد از شهزاد جان دیدیم. آره، یکی از اصولهای کاری شهزاد الفته که آره. اصلا زیر پا نمیذاره، مخصوص خودشه، امضای خودشو داره. خیلی ها میپسندن مثل من، خیلی هم میگن این موسیقی نیست، ولی اینم هست. یعنی موسیقی همه ژانر نباشه. نه خب، شما یه وقتایی میایید با یک اساطیر گرانقدر قدیمی مثلا مقایسه میکنید، میگی آره. این چی اون چی، ولی واقعا به دلت شادی میاره. آفرین، دقیقاً. اکتش که دیگه خداست. جواب پسنده. اینجا کی میگه؟ میگه مثل من خوشتیپ پیدا نمیکنه. جانم هستیم، خیلی خوبین واقعا. در کنار هم زوج هنری خوبی میتونن باشن. فوق‌العاده. ای جان نظارت بودم، چشم تزارت بودم، تا که ندیدم تو را دل بیقرارت بودم. ای جان شکر بسرت باشم با دور برت، دوست داری چی را بگو. ای بسته با جانم عشق نهانم، با وصف چشمای تو ما غزل بخوانم، با چشم آهود با سحر و جادو، برد دلم با نغمه های صدای دلجور. توی عشقم، توی جانم، توی جانانم، توی قلبم، توی مانم، توی یگان ارماندم. ای ببین جانم، تو هستی ارمانم، بی تو نمیتونم ای سرودی خوشخوانم. جانم هستیم، دل داده من، با قلب من هستی مهرنگار من، من شهر کابل توی کلابی، بریم چکر پاریس جانم جذابی، دل داده من، یک دانه من، برای من هستی شهزاده من، تو از شهر کابل مایم کلابی، به مثل من خوشتی هرگز نیابی. جانانه من، دل داده من. فوق‌العاده استایلش هم هندی و یه بادی هم زیر موهاش میزنه، خیلی خوبه. این مدل اکتایی که تهی که میخواد شعره رو ببنده میاد، این هی مثلا حالت شیطنت بامزه رو توش داره، خیلی کیوت میکنه کارو و فوق‌العاده تونستن کار دارن. امیدوارم در انتهاش اسامی اون عزیزانی که تنظیم کردن و اینها رو هم بزن باشه مثلا انشالله. یه گیتارای ریزی میاد وسط و خیلی بجاست کمه، استادانه صدای است. تنبور میاد دوباره، یه خاصه، ولی ریتم اصلی حفظه، سر جاشه. ای جان
خود عروسی میکروفون رو فراموش کردم. باور کنید که بسیار کار سختیه که در حین حالا اجرا حتی اگه پلی بک هم باشه این همه اکت بیای. خیلی اکت میاد شهزاد و هر دوشون و مهرنگار دیدی این کارهایی که میکنن واقعا حقشون هست که یه کنسرت خیلی بزرگی باشه. همه هنرمندان موزیک که مثل همیشه از حضار میخواد که سرپا بشن مثلا برای آهنگای شاد اینا. چون وقتایی ما میدیدیم خیلی موزیک ویدیوها و اینها رو میگفتیم خب چرا انقدر ریلکس آهنگو ببین چه هیجانی داره، ولی شما چقدر ریلکس نشسته. خیلی خوبه که این همراهیه. جالبه دیگه. آفرین چیزی نداشتیم برای ارائه. فوق‌العاده. دمتون گرم بچه‌ها که حمایت میکنید. شاد شده باشید، لذت برده باشید و خوشحالیم که قراره کلی با هم کیف کنیم. این کار میخوایم کلنگ بزنیم توی این کانال. کلنگ زدیم، روبان رو هم چیدیم و خیلی خوش اومدید به چنل خودتون قشنگا. قراره از این به بعد تمام ویدیوهای فان، ویدیوهای طنز، موزیک‌های بسیار زیبا از کشور تاجیکستان در اینجا آپلود بشه. نه اینکه خدایی نکرده ما بین شما عزیزان و گل پسرها و گل دخترای کشور افغانستان فاصله انداخته باشیم که توی چنل پریفان ملودی آپلود نمی‌کنیم. دوست داشتیم که مخصوص این کانال رو برای تاجیکستان داشته باشیم. انقدر پیشنهادات در طول کامنت هاتون در طی این کامنت ها چند وقت اخیر انقدر زیاد بود از عزیزان اهل تاجیکستان که ما شرمنده همگی هستیم که یک کمی دیر خدمتتون رسیدیم، ولی اینجا اختصاصی ویدیوهای کشور تاجیکستان رو دوره هم می‌بینیم، کیف می‌کنیم، لذت می‌بریم و منتظر پیشنهادهای شما هستیم. من هم منتظر حمایت‌های شما هستم. دمتون گرم. ان شاءالله بتونین توی این کانال حسابی کنار هم خوش بگذرونید. محبتاتون رو جبران کنید. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون. خدا نگهدارتون.